Trade University Pro. All things you need in Trade Journey. سلام عرض ادب خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو بچه‌ها می‌خوایم یاد بگیریم که چطور مثل مؤسسات مالی و بانک‌ها بیایم تریدهای خودمون رو انجام بدیم و پشت دست اونها در نواحی مهم که حالا این نواحی رو بهش میگن نواحی ریتیل و بانکی که یه سری نواحی قیمتی و اعداد رون هستش به روش آقای ریاستی که ایشون خودشون یکی از بانک تریدرهای موفق هستن در انگلستان انجام بدیم و این سطوح رو در بیاریم و در معاملات خودمون به عنوان یک تاییدیه اضافه تر و یک ناحیه مهم نشونه گذاری کنیم تا بتونیم به معاملات خودمون بهبود ببخشیم. خب بریم سراغ بخش تئوری آموزشمون که اول ببینیم چطوری با چه سیستمی این سطوح رو پیدا کنیم و بعد میریم روی چارت مثالهاش رو روی چارت های مختلف، حالا جفت ارزها، طلا و داو میزنیم و توضیحاتشو خدمتتون عرض میکنم. خب بچه اولین کاری که نیازه ما باید یک گامی رو به این صورت با یه خطکشی گام 1000 پی پی رو مشخص کنیم. ما به طور کلی دسته‌بندی کردیم درجه یک بهترین و قوی‌ترین سطوح بانکی ما هستش که از بالاترین اهمیت، یعنی سطوح درجه یک و درجه دو از بالاترین اهمیت برخوردارن که گام‌های 1000 پی پی روی چارت ما میدن. یعنی چی؟ یعنی اگه اینجا بچه‌ها ببینید 0.9 هستش اینجا مثلا با 4 تا صفر، اینجا حالا صفر آخرش که مهم نیستش پی پی یا پوینت هستش، بقیهش این 9000 پیپ یا حالا 9 دهم، حالا چارت ما یورو جی بی پی هستش. اینجا اولین عدد روند ما میشه درجه یک ما که همش صفر هستش به غیر از یک عدد، و 1000 پیپ که بریم بالاتر عدد روند بعدی که اینجا یک هستش به ما میده که همینجور 1000 تا ما گام ها رو رعایت کنیم خطوط بانکی پرقدرت رو که از درجه اهمیت درجه یک هستش به ما میده. پس اولین کاری که باید بکنیم یه خطکش 1000 پی پی باید در نظر بگیریم و اینم بگم بچه‌ها روی چارت های جفت ارزها این 1000 پیپ هست و روی طلا، داو جونز، نزدک که تراکم نمودار بیشتر هستش و 10 برابری هستش، ما باید این رو ضرب در 10 کنیم. یعنی روی چارت های جفت ارزها 1000 پی پی هست و روی طلا، نزدک، داو جونز 10000 پی پی هستش یا 10000 واحدی هستش به این صورت. خب پس گفتیم درجه یکمون 1000 پی پی هست، گام های 1000 پی پی که من اینجا به طور مثال بچه‌ها من انداختم اینجا، این گام رو ببینید، برم این کنار به این صورت. پس اینجا این عدد ریتیل بانکی درجه یکمون هستش و این لول بعدی قوی درجه یکمون که گام بعدی. بعد از اون بچه‌ها درجه دوم اهمیت میرسه به گام های 500 پی پی که من اینجا این وسط رو اگر اینجا 9 دهمه، اینجا 9000 واحد، اینجا بشه 9500 که رنگش رو باید با قرمز مشخص کنیم. رنگای درجه یک رو بنفش بذارید روی چارتتون، درجه دو رو قرمز و درجه سه نارنجی و درجه چهار که اهمیت کمتری داره سبز. خب من اینجا مشخص کنم 9500 رو به این صورت. این لول درجه دو ما شد و بعد از اون میریم سراغ درجه سه. درجه سه مضربی از 200 پیپ در جفت ارزها و ضرب در دشت کنیم میشه 2000 پیپ در داو جونز، طلا و نزدک به این صورت. پس 200 پیپ یعنی چی؟ یعنی اینجا 9000 رو از این 9000 تا این ببینید منشأ شمارشون هم از این اعداد درجه یک هست. اینجا بشه 9000، 9200، 9400، 9600، 9800 و بعدش هم که دیگه خودش میشه هیچ. پس اینجا درجه سه ما میشه 9200. ببینید من اینجا این میشه درجه سه ما، اینم درجه سه بعدیمون 9400 و بعدیش هم مثلا میشه 9600. حالا چرا اهمیت داره من اینجا الان بهتون میگم که ببینید قیمت به طور مثال اگر ما یک ناحیه مهم داشته باشیم حوالی 9500 مثلا قیمت بخواد از این ناحیه برگرده،
مثلا به این شکل برمیگرده. یعنی تو این ناحیه رند ما و بعضا شاید اصلا به این ناحیه هم رند نرسه، ولی تو این باکس کف و سقفش که بین درجه 2 و درجه 3 هستش، تو این ناحیه سعی میکنه ریورس بده یا حداقل یه واکنش رو تو این ناحیه به ما میده. به این صورت برای هم سوینگ کارا هم دی ترید ها به شدت مهم هستش. حالا اونهایی که تایم دیلی 4 ساعته 1 ساعته میتونن از این لول های درجه 1 و 2 و 3 استفاده کنن و اونهایی که حالا تایم های پایین تر و مثلا اسکالپر هستن میتونن به جای درجه 4 درجه 5 هم به لول های 50 پی پی هم مشخص کنن یک رنگ دیگه و بیان اونها هم بندازن و تو این نواحی 50 پی پی هم بیان نواحی رو مشخص کنن و تریت هاشون رو بر اساس اونها انجام بدن. خب پس گفتیم مضربی از 200 پیپ هم شد درجه 3 ما و مضربی از 100 پیپ هم که نیاز نیست بچه روی چارت بندازین، شلوغ میشه، چون که بخواین اول با این سیستم یه مقدار آشنا بشین یه مقداری برای شما اذیت کننده هستش. خب در ادامه میریم روی چارت و این توضیحات رو روی چارت من خدمتتون میدم و این لول ها رو میندازیم که ببینیم به چه صورت واقعا شد. خب دوستان تا اینجای کار اگر از ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید تا تیم ما انگیزه بگیرم برای ویدیوهای بیشتر. در ضمن کانال ما رو هم سابسکرایب کنید چون هر هفته ویدیوهای جدیدی داریم. خب بچه ها همونطور که میبینید چارت یورو جی بی پی هستش و ما اومدیم این خطکش 1000 پی پی رو انداختیم. میبینید 1000 پیپ و اولین ریتیل روندمون که 0.8 هستش رو انداختیم 8000 پیپ و اینجا 1000 پیپ میایم بالاتر، لول بعدی میشه 9000 و بین این نواحی و حتی بالاتر نواحی درجه اینها درجه 1 هستن، درجه 2 و 3 رو میندازیم و ببینیم که به چه صورت قیمت توی تاریخچه بهش واکنش داده و چه نواحی مهمی. خب اولین کاری که میکنیم میریم ناحیه درجه 1 که انداختیم، دو تا کف و سقف رو درجه 1 انداختیم، درجه 2 رو بندازیم با رنگ قرمز و اینجا میشه 8500 یا 8500. به این صورت میبینید که بچه ها واکنش ها رو میبینید به اینجا شکست ها، اینجا پولبک ها و حالا دوباره قیمت رفته اینجا دوباره اینجا پولبک زده برگشته و کلا این نواحی به شدت اهمیت زیادی دارن. و حالا این درجه 2 ما هست، بریم سراغ که مضربی از 500، بریم سراغ درجه 3 که مضربی از 200 هستش، رنگ نارنجی و اینجا میکنیم 8200. به این صورت ببینید اینجا نواحی رو بچه و 8400 رو هم ما بندازیم اینجا مضرب بعدی. به این صورت و 8600 رو هم میتونید به این صورت ببینید. واکنش ها رو ببینید بچه ها که اینها تو تایم های پایین شما وقتی اینها رو روی چارتتون حالا یا بندازین یا به هر حال حفظ کنید این نواحی رو تو تایم پایین. به طور مثلا اینجا یک نواحی هستش که یه پولبکی میخواد بزنه به این ناحیه، میتونید تو این نواحی قیمت رو در نظر داشته باشید که با تاییدیایی که دارید اینجا به عنوان یک تاییدیه اضافه این نواحی ریتیل و بانکی به شما کمک میکنه که معاملات خوبی رو بزنید در جهت درست مارکت. خب لول های درجه 3 رو هم گفتیم. درجه 4 هم اون خطوط سبز هستن که گفتم از اهمیت کمتری برخوردارن که اینها رو با رنگ سبز باید از منشه اینجا 8000 8100 8200 که هستش 8300 اینا مضربای فردن. 100 8300 500 که هستش و اینجا باید بریم 700 و 900 به این صورت مشخص کنیم و این نواحی رو در بیاریم.
خب بریم روی چارت حالا طلای داو جونز هم مثال بزنیم. ببینیم چارت داو جونز که چون طلا رشد زیادی کرده، چارت داو جونز واضح‌تر و ملموس‌تر هستش. بریم مثال ها رو هم اونجا خدمتتون عرض کنیم و در ادامه ببینیم که روی چارت هایی که تراکم 10 برابری داره نسبت به جفت ارزها، ببینیم اونجا به چه صورت هستش. خب بچه‌ها، اومدیم سراغ چارت داو جونز و حالا سطوح 10,000 واحدی رو ببینید. اینجا 10,000 واحده. گام ها ببینید که تایم فریم اون دیلی هستش و ببینید که چقدر این فاصله ها تو چارت های مثل طلا و داو جونز کوچیکه. 10,000 واحد 10,000 پیپ و قیمت میبینید که مثلا تو یک روز اومده. خب این از 46,000 دلار 46,000 واحد شاخص داو جونز شده مثلا 47 یا 48,000. یعنی 10,000 20,000 30,000 واحد برای اینجور چارت ها قولی راحت هستش و حرکت های زیاد دارن. خب ما اینجا اومدیم مشخص کردیم خطوط درجه یکمون رو که هر 10,000 واحد اومدیم یک سطوح رو مشخص کردیم و اعداد رو 44,000 واحد 45,000 واحد 46 47 48 و 49 و اینها سطوح درجه یک ما هست. به طور مثال اگر ما بخوایم که بیایم حالا اینجا که کم تراکم قیمت بیشتره، من اینو بذارم کنار، بیایم سطوح درجه دو رو بذاریم، ببینید اینجا وسط رنگ قرمز و 46,500 میشه سطوح درجه دوی ما که میبینید قیمت خیلی زیبا بهش واکنش داده و اینجا مثلا پول بک کرده ریخته، اینجا اومده پول بک کرده به سمت بالا حرکت کرده، اینجا اومده دوباره پول بک کرده به سمت بالا حرکت کرده و به این صورت. و همینطور سطوح حالا درجه سه که با رنگ نارنجی مشخص میکنیم و میشه 46,200 که اینها هم شما به تایم پایین که برای به قولی تو تایم های پایین خیلی جذاب هستش، میبینید که خیلی هم زیبا تو این تایم های پایین هم مثلا اینجا الان دیلی هستش. بریم تایم مثلا بریم یک ساعته، من اینجا رو یک ریپلای بزنم به این صورت و بریم تایم مثلا 4 ساعته. ببینید به زیبایی اینجا واکنش داده و حالا توی یک ساعته ببینید خط نارنجی اینجا واکنش 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 و اینجا به همین صورت شکست، دوباره اینجا شکست پول بک و به این صورت. و همینطور سطوح درجه 4 رو هم میتونید بندازید به اساسی که حالا تون تایم فریمی که دارین کار میکنید میتونید سطوح درجه 4 که رنگ سبز هست هم بندازید و حالا مشاهده کنید. بریم سراغ چارت طلا و اونجا هم مثال ها رو بزنیم در ادامه. خب بچه اومدیم روی چارت طلا. همونطور که میبینید طلا خب روند صعودی داره و اینجا ما اومدیم اولین عدد روندمون که 4,000 دلار باشه، اینجا ما یک گام 10,000 پی پی مشخص کنیم که خیلی میره بالا و حالا میخوایم حالا بیایم همین گام 500 پی پی رو بررسی کنیم و سطوح ریستر رو تا ببینیم که توی سطوح حالا غیر از سطوح روند سطوح ریز رو به چه صورت حتی واکنششون داره میده. خب اینجا من گام 500 پی پی رو اگه ببینید به این صورت اینجا بخوایم دقیقش رو انجام بدیم، میشه 4,000 حدودا اینجا 500. خب عدد درجه یکمون پس سطح درجه یکمون شد 4,000 دلار. بعد سطح بعدیمون که درجه دو باشه میشه 4,500 دلار. ببینید به این صورت 4,500 دلار رنگش هم قرمز میکنه. میبینید اینجا هم به محضی که خورده به این قیمت شروع کرده شل کردن و ریزش طلا رخ داده. خب
حالا میخوایم تو این 4000 تا 4500 سطوح پایینترش رو در بیاریم و ببینیم واکنش رو تو این حالا رنج مارکت به چه صورت. خب اینجا بچه‌ها یه خط سبز من می‌دوزم درجه 4 مون رو مشخص می‌کنیم که میشه 3900. ببینید به این صورت اصطلاحاً 100 دلاری یا 200 دلاری هم میتونید طلا گام ها رو بندازید. ببینید بچه‌ها واکنش رو ببینید به چه صورته، چقدر زیباست. و حالا از 4000 میتونیم سطوح درجه 3 رو هم بندازیم، یعنی مذهبی از 200 دلار. حالا روی طلا میشه گفت 200 دلار دیگه، 200 واحد نیست. رنگش رو نارنجی میکنیم، 4200. واکنش رو ببینید بچه ها، اینجا ریزش، اینجا وارد رنج شده، یک پول بک، شکست پول بک و بعد صعود. به این صورت سطوح بعدی درجه 3 ما میشه 4400 دلار. ببینید به این صورت قیمت بچه‌ها واکنش نده، رفته به اینجا ریخته، اینجا پول بک زده و حالا داره میریزه و مسیرش احتمالاً این ناحیه باشه. این ناحیه هم رنجی هستش قیمت، و بعد اینجا باز باید بررسی کنیم که ببینیم قیمت میخواد اصلاح بده و بریزه یا نه میخواد به سمت بالا حرکت. خب بیاین حالا رنگ سبز اون سطوح چیز رو هم بندازیم ببینیم اینها واکنش از 4000 100 تا و مضارب فرد رو بریم، یعنی 4100، 4300 اینجا. میبینید بچه اینجا هم حتی واکنش های خوبی رو هم در تایم های پایین تر اینجا داده به این نواحی. 4700 رو هم ما بندازیم که این ناحیه این بالا میشه و خیلی دیگه 500 رو هم که داریم، 400 رو هم که انداختیم، 4600 رو هم حالا تو این ناحیه ما میتونیم داشته باشیم که بهش قیمت واکنش بده. خب پس دیدید که بچه این نواحی به چه صورت که کار خودشون رو انجام میدن. حالا گفتم این نواحی رو بچه به طور صرف نمیتونید روی عنوان بیاین که فقط بگین که من با همین ناحیه ترید میکنم. شما این ناحیه رو به عنوان یک تاییدیه اضافه تر، یعنی اگر مثلا شما اسمارت مانی کارین، RTM کارین، یه سری 3-4 تا فاکتور باید برای شما جمع بشه تا در یک ناحیه شما تصمیم به ترید بگیرین، اینو به عنوان فاکتور پنجم میتونید استفاده کنید و بدونید که بانک‌ها و مؤسسات مالی در این نواحی مهم اون حجم نقدینگی خودشون رو وارد میکنن. به هر حال هرچی یک بانک یا مؤسسه مالی به هر حال نقدینگی و اون سرمایه بیشتری داشته باشه نمیخواد به راحتی خود به خطر بندازه و در نواحی خیلی سیف مطمئن ورودهای خودشون رو انجام میدن و شما به عنوان یک تریدر خرده پا باید بدونید که بانک ها و مؤسسات مالی در بازار چه رفتاری از خودشون نشون میدن. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. یادتون نره حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، چون هر هفته ویدیوهای جدیدی داریم. در پناه حق، خدا یار و نگهدار.